سلام داوود، چطوری؟ به به، سلام نیما. من خوبم، تو خوبی؟ منم خوبم. ببین، دارم میرم کوه شکار آهو. ببین، دارم میرم کوه شکار کنم. نیما ببین، به نظرم نرو کوه به نظرم الان اوضاعش خوب نیست. یه حسی بهم میگه یه اتفاقی قراره بیفته. نرو. یعنی چی؟ بابا من باید برم امروز شکار کنم، فردا باید قرار گذاشتم باید بفروشم چند تا حیوان، یه خرگوشی چیزی. نه، من باید برم شکارو. به نظرم که نرو، ولی حالا خودت میدونی. ولی اگه رفتی مواظب خودت باش. من حالا شکارمو میرم، بعدم میام با حرف میزنم. فعلا خداحافظ. خدافز. شکارمو پیدا کردم. وقتشه که برم قایم شم. خب یه شکار خوشگلیه. نشونه میگیرم. 1 2 3. 1 2 3. بالاخره شکارمو گرفتم. بذارم برسونه. صدایی بود. خیلی گشنم شده، برم یه چیزی بخرم. بذار برم یه دونه بیسکویت بخرم. سلام، میگم یه بیسکویت داری؟ یه دونه بیسکویت دارم، خیلی خوبه. $1 میشه. آها، $1 میشه. بفرما. فعلا. وایسا. چی شده؟ میگم شنیدی چند وقته چند نفر گم شدن؟ نمیدونم، یه تازگیام هست، یه روزه یه نفر میگن از کوه، نمیدونم رفته بود کوه. تو اخبار دیدم رفته بود کوهی جنگلی چیزی گم شده بود. باشه آقا، دمت گرم. فعلا. این یارو چه چیزای عجیبی میگفت. نگران نیما شدم این یارو حرف زد. زنگ بزنم بهش. چرا جواب نمیده؟ گفتم نره دیشب. این کیه داره به گوشیم زنگ میزنه؟ الو. چرا صدات اینجوریه؟ تو کی؟ نیما پیش منه. تو نیما رو از کجا میشناسی؟ نیما کجاست؟ ببین، یا میگی نیما کجاست خودم پیدات میکنم. یه آدرس میدم میای اینجا. یعنی چی آدرس میدی؟ نه ببین، یا آدرس من بهت میدم، تو میای نیما رو بهم پس میدی. نیما مثل داداشم میمونه. گوش کن. ببین من چی بهت میگم. ببین. نه خیر. باشه، آدرس تو بگو. پارک سمت کوه. اون پارکه؟ آره. آها، باشه. خدافظ.
هی کجایی؟ نیما کجاست؟ همینجا هست. کجاست؟ تو بهم گفته بودی بیام اینجا نیما رو بهم میدی. آره بهت میدم. اون که تفنگ نیماست. باش چیکار کردی؟ خب من اونو خوردم. چیکار کردی؟ تو نیما رو کشتی. بای بای.